من جانشین دکان اوید به تربیه ماستر رمضان اسماعیلیویچ اوید به پیامی نوبتی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم مالی رحمان در پیامی نوبتی چنین ارائه گردید که در آموزش زبان‌های خارجی علل خصوص زبان انگلیسی و روسی در فاکولته فیلولوژی خارجی چنین زبان‌ها آموزانده میشوند و این چنین در مرکز آموزش زبان‌ها هستند که آموزگاران و دانشجویان زبان‌های خارجی را می‌آموزند و ما هم کوشش می‌نماییم که آموزگاران دیگر فاکولته‌ها احتیاج به آموزش زبان‌های خارجی دارند. ما هم کوشش می‌نماییم که آنها را برای آموزش زبان انگلیسی کمک خود را رسانیم و این چنین در مرکزهای آموزش زبان‌های خارجی که از دیگر فاکولته‌های دانشگاه دولتی کلاب احتیاج به زبان خارجی دارند ما کمک خود را می‌رسانیم و کوشش می‌نماییم که به آنها یکچند کمی هم باشد کمک رسانیم در سایقل دادن آموزش زبان روسی و انگلیسی و در فاکولته محفل زبان انگلیسی وجود دارد و محفل ما در یک هفته یک روز فعالیت می نماید و ما با دانشجو آیدی تکمیل دادن زبان روسی و انگلیسی سهم خود را میگذاریم و کوشش می نماییم که آنها زبان انگلیسی و روسی را آزادانه حرف زنند.